وقتان خوش عزیزیت همیوارم بمزرات و خوش زنیانی بین و برنامه سه لسری برنامه نورینیک و بنامه آین یا دین یا مذهب که ناصریا و کاکی و الحق لأنه حق الحقائق تاو حق الحقائق أثر نور علي حاج نعمت الله مكري هما خدمة لا دويدو ورنيا كم نسرويك إيشاس خوي شو دنيا ديس و شو جهان بینی فکری فلسفی گورانه پیونداسه نظام باوری دینگل ابراهیمی و تایوت اسلام ویسه که به هاتی مسئله اوی که لأول و جبرائیل یا پیر بنیامین خلق کتن خالق حق دادار لم يزل ناول فرفريك راي بيتك أو قدرتك خلقنا الدنيا ناسيت بعد شونه که این که خوی و پی ثابت که تنصدف بال و اسرا جور فرشته اول هینی که خلقی که لشکل فرشته بعد که دلی پرسی کیه و نازانی بیشتن که من بندم و تو خالقیتن من مخلوقم و تو خالقیتن اینی که سزای دیتن بالو پلی رزنیت و خیتن و آوکا بعد از مدت دواره بخشت و تاسی جاری کاره که ولی خوی که تشکل کرجوانی چود او چیزی که باید کنید او بزنی و پیوشتن که پیامه که یسی که او مخلوق و یه خالق و دیواتر لالکیت و لحق او خالقه که وطنیا نه بندگی فکریت و نه واسرا عبادت و ستایش خالق و فکریت و داوکار بودن که هاو بنده رای خلق بکتن و اوش 6 نفر خلق کتن و چیم نستره و ایسا ادامه او باسیله لئی برنامه سیه پیگیر بیمن و زنی من چو بحثکه ادامه حاج نعمت مکری حاج نعمت الله مکری چو داستانه که و قصه که خوی هین کتن ادامه دید هر جوری که کوتاهی ویدیو دو ها نیسای من برنامه سی ایرو پیگیر بیمن که بزنی من حکایت واسطه ظاهر بین ذات یا جامع و جامع خواندگار و بیان بست و فارسی نیسای بیان بست و گرد یاران چوکت خب یه خوی شروعی بسیله قصه خویه که این کتن ساقی نامه معامله شروع که ولی بخش ساقی نامه نیدیتن حاج نعمت چوتا سر بس اوی که یاران چون مقاملی دریا پیان و ناویان بیچه چونکه پیوند دیتا او اینیل اسلامیه میکائیل و جبرائیل و فرشته که لأدیان ابراهیمیه ناصریان و کاروبار علا بنره یا بین رابط بین انسان و خالقن یا زوی و گرد آسمان هزار آفرین بر جهان آفرین به آن ذات بی مثل هم بی قرین ز پس پادشاه از کرم هفتنان سرفراز فرمود در دو جهان پس لسر کرم هفتنان چک سرفراز کردن خلقیان کرد بعد و پیانوید که دنیا دونه دونه
و ایو باید دون تیپ کن 1000 دون و هر دونی که 50 سال دو چیم نه سری ویدیو لبرنامه دو که برک لوانه تکراریش وکی ل باشیه دیکتره که هم دواره تکرار و بنو من لیره وقت تا ناگرم که او بس تکرار رو بکم. لقب داد بر هر تنی زین نشان که گشتن سردار برناجیان که هر کمن لقب اقدا پیان بعد خلاتیان نور خلاتیان کرد که بچن چپکن خوشحال بن. اول کسی که خلات کرد ناوراینا اولین اخی واصله بنیامین و دویم بی سرافیل یا داود مقام داود واصله میکائیل بیا موسی که این کرد بیا زرین قلم این شغل واصله این داپی یا مقام قلم و دسی زرین قلمی داپی و که یکی تریان امیر قذبی یا امیر خزو میر خزو و کلی که بودم مصطفی ناوی که بیا مالک الموت عالم تمام و که یکی تلو هفتنانا هور بی نام رزبار پیر ناوینا بعد مقامی چی محرم ذات فرد کبیر بیراجه که عرض کردم فرد کبیرش لیره ذات کبیر منظور ذات یک دانه است یا ذات فرد کبیر یعنی ذات مقام شاه او پنج شخصه که لور دیار کفتن که چناویانه و چه مقام دیرن دو نفر باقی یقیق و عقیق هر دو زان روزگار او روزگار یکیان ایوت بی و او که تریانچا تیار ناوی بی حالا ایوتو تیار هر کی لهینگل کردیه لشیریل کردیه لدست شیریل دستالواز کردیه هر کن و ناول را ابراهیم یا شاه ابراهیم زان نریتن هیچ کامه و هین چون دو نفر یکی کیان قراره با اویار بود یکی کیانش ابراهیم که هر ایرو و شاه عنوان شاه را بیاسته کرد. بعد زرای کرم چون جهان آفرین سرفراز فرمود آن هفتنین چو شد شرط و بیعت زی ایشان تمام اخی گشت بر خلق پیر و امام. پس شرط و بیعت که یعنی چوی هر یکی بزن دونه هزار دون تیکن پاک بن 1001 دون ملحق بن حق و اگر گناهش کردن پاکش نون دواره دون اضافه رای نیوسیتن و کنه ای دونه 2 ماه بود 3 ماه بود یا 1000 سال بود که چیمنه سره و توانه بمری لمنالیه وقت زایمانه نو وقت بمری وجده هینه بمری واسرا هینه معلوم نیست سر نوشته اونجوره مثلا رست نتر بعد هین کرد اخی کرده چه پیر و امام یعنی لهرچه دونه چپ کتن یا پیر یا امام دینی لکتر واسرا لیره پیره ولی دنیا لکتر امام یا پیغمبر واسرا به داود دلیلی و رابش شمرد بعد و موسی دبیری و دفتر صبر یه تکرار او هینسه و دیگر پیر رزبار زان بارگاه بشد خاتم ذات آن پادشاه خوار دویدو ورینیچه ارز کردم کریاچه خادم و صفات فقط وانه داشت نه ذات بعد مصطفی قابض روحا بی و بیا بلا واسطه همیشه باری بلا بی ایوتو تیار و آن تیار چکر بنا حجت و قطب آیین و دین واسطه یعنی بنا مرجع دینی مرجع قطب دین ای دوانه چو هفتن در آن بارگاه بلند به ذات خداوند واسطشتن که چین ذات خوا واصله لأو بارکر لأو سردم واصله خلقته لأو وقت دره به توفیق لطف جهان دادگر سرفراز گشتن در هر دو سر لیدونی لظاهر و لباطن سرفراز بین و او مقامونا و واصله شرط شروط و یعنی طورا چه بین سرفراز بین است
چو شد ختم گفتار حق زان مقام، نمودند بیعت به شرط و کلام. پس آنگاه یاران به صدق و یقین، به فرمان یزدان با آفرین. 1001 جامه ها بافتند، یکایک به قامت بیاراستند. چنین شد مقدر به دور زمان، خداوند با جمله روحانیان. بیایند بردون گردان چشید، که تا آن زمان حشر گردد پدید. خودیر تماشا کیتن و نوعی جامع لیر بیا لباس بافتنی دی و دونی که باطنی نوعی که لباطن و اصلا ذاتی مقام ذاتی داشتون که لظاهر ایفای نقش و پی بکن رولی لکوملگا و عهده داشتون. در تماشا که جامعه ها بافتند، یکایک به قامت بیاراستند. خب حل او دوره یه چه هر حجف کردن و ادبیات جهانبینی فکری فلسفی گورانسه که تماشا که هلو سردم خلقته چه که 1001 گونه تی بیلیره وی معنی که 1001 جامعه بافتن و چه کردن و قامت آراستن و اصلا کردن و این جورا مقدر بی که لحظ دور زمانی که خواب باید چه وگرد روحانیه لبودن. بعد که دون گردان بکن جور خوار حالتتون ایشتن واسه یعنی بانو بچن لظاهر و باطن لباطن بان ظاهر و لظاهر بشنه باطن و تا روز حشر یا روز قیامت ایجوره بوده. در بعد دور باقی روز حشر که دور باقی و پا بودن چه که گروه بدیل روز قیامت گروه بدیل روسیه بن گروه بدان بی شود روسیا گروه نکویان به امر خدا شوند شاد و آزاد اندر بقا و نیکوکارگل این بن رزگار بن بخشین و چنه بسرا بقا ملحق بنا حق دی نامیرا و بن نمر و بن بعد لأوروج قیامت کسی جز نوریان که اوانه که لنور خلقت بینسن چه بود لدرگاه او گوره او خالقه نامینه فقط نوریل مینین نور خلقتیل مینین فنا می شود جمله اهل فنا شود آن زمان سکه حق رو تمام هین فنا بود اهل فنا و سکه حق لور رو بودن که و نوعی بمعنی لیره که سکه حق لقیامت رو بود در صورتی که قرار سکه حق لنو کوملگاه هین بودن رو بیرید مردم هدایت کرد و راست و در نتیجه هل او چوارچی و نظام باوری چه باور مذهبی چه فرا خام هین کردن خام اصلا فکر که وگر یک پیوند داشتن ای باشیلی که بتوانن مطرح بکنن جوری نظام باور جوری مذهب که همیشه مطلب قرار بیه که مطلب حاصل که مطلب پیر بنیامین دو عالم که خلات پیر و چو ذره به خورشید وصلت کنم وصلت که تا وصلا خوش جور ذره یعنی منظور خودی خود خالقم سپارم به دست تو گنج خفا دهی درد جمله خلایق شفا خب درد مخلوقات شفا بیتن که یک گنج وصلا گنج خفا دیده پیر کلید در مغزن گنج من توی هم دم راز هم رنج من توی خانه و منزل در من توی محرم خاص بر سر من خب یه دیبو توصلا لکلی کن ای بخشیلت اینه کنه ترجمه کنه کلی که کلیل و دست بارگش یا کارخانه یا کارخانه خواهن کرد هر پیره و یا او جریات فرق در ای جمله درست که یا در حالی هست
ز اول به آخر نهان و ایان توی پیر شافه به روحانیان. پس شفاخواش روحانیان لیرسه ولی لصورتی که شفاخواش چست یاران اصلا لو جهان بینیه و ارستان کنم که موضوع چست لو ویدو دست پیکا. جهان خاتم درگهت می شود، حقیقت طریق رهت می شود. ز هر دو جهان سرفرازت کنم، کنون هر دو عالم نیازت کنم. پس یه چوی را دنیا داد هر دو عالم ظاهر و باطن سپار دست پیر یا پیر بنیامین که بوده شافه یا شفاخواز روحانیان نگشت مردم و جهان چکتن بوده خادم درگاه که هر او مقام پیغمبر یه واصله منظوره لیره که حقیقت بوده صراط مستقیم بوده ری و هر دو دنیا چه اینه نیاز یه واصله بوده سوقاتی پیر لیره حکایت شرط و بیعت روز ازل ایسا ساقی نامه چه را خوی هاورده هستن که بان دواره باطن را حاج نعمت بخوانن ساز و تمیر بجنن چنگ و تار و رباب را هین کن زمزمه هین بکن لسر سواو تا چپ کتن روانم شود خوش از آن جشن و سور شود منجلی قلبم از شوق نور که قلب روشنا بودن لشوق نور و روانی چه بودن خوش بودن خوشکی بودن لأو جشن سرور باطنی و اصلا. بیایم به نطق او گشایم زبان روایت کنم باز زان داستان. دواره هم دیده چه داستان هاوردو که این فردوسی که نامه باستان و زوان این و دسترس پهلوی که اینی که تن حالا بگنست شعر فارسی که لور داستان گویم داستان نامه باستان لیره هر او ادبیات برده سکاریه که در صورتی که لیره داستان نباید بود هی چیزن والحق و اصلا حال گفتگو مستقیمه و یه باید بازگو حقیقت بود نه داستان که شونیری که وجهش هر حقیقت بردیو است یا سخن حق بردیو کار مطالعه کردیس داستان چون اینکه این نیم و اصلا هر جوری که تایسه فرجار این فکری ماست برخورد فکری مثلا شپرزی فران نوی تناقض فران نوی و دجبرکی فران نوی چو یزدان در آن سرنوشت الست ابا پیر بنیامین عهدی بست لعورا چه یزدان عهد و پیر بنیامین بست بعد بودی بر سر تخت درزان حساب بودی نیز در بر سر موجا داوی بخشید چکر خواه لسر تخت این نیشت و روی او عهد و پیمانه و چکر درکش لسر موج آبی بساط بسیطی بود آن در بگاه که بودند یاران در آن بارگاه در چلیره بیا محیط وشکی و نوع بیا لوکال بیا هینی و اصلا مال جوری و قول سورانیه که بیا ای جوری چه بیا بارگاه شاو او هفتنان که تایر رسیه خلق کردن و این چه ای بارگاه چه محاصر آواکو. بعد همان دم خداوند زان بارگاه بگفته ابا ایا پیر پاکیزه را کنون برنشینید بر موج آب. بعد ز الطاف حق چه تاشوی کامیاب لیره تماشا که چه خوی که لسوم شخص قصه کتن خوی خالق و پیوشه که ای کارب که لطف حق چه لطف حق لیره دی نوشه لطف من لطف حق تاشوی کامیاب یعنی جهالا یه منظور یه بوده که در طریق وحی و قصه ولیه کتن
یا این لێرە سەدی خۆی وەسڵا ئاشکار کردێ سەدی هەر هەشتیان هانە ناو ئەو دوڕە و ئەو دوڕیچە یەسە بارگایان ئۆلین بارگایان کە بیابەستەتیکە پس پیر از امر آن پادشاه نشستی بر تخت زان بارگاه لێرە پیردانا سەرچە تەختەکە لە جێ خۆی خداوند از لطف برخواستند مقام حقیقت بیاراستند دو عالم به پیر نکو اعتقاد ببخشید آن شاه با عدل و داد چو داور دو عالم به آن پیر راد به رسم حقیقت نیازش بداد خب لێرە چه کرد خۆی هەڵسا و شونەکەی خۆی دا پیر بنیامین و خۆی مقام حقیقت وەسڵاڵا خداوند از لطف برخواستند مقام حقیقت بیاراستند حالا این مقام حقیقت بیاراستند منظور چست هیچ توضیح نایێتە هینگەل خاڵگەل فرە مهمە منظور مقام حقیقت چست که مثلا آرایشی کردود یا یک حل رازانه بود پس دو عالم چکرد و عدل و داد دا پیر نکو اعتقاد پیر نیکوخ یا خاص کرده خاص باور نیاز دو عالم لبانی جوتیو که دو عالم و جور نیاز دیتا پیر یه سلیر اینه کرد بعد نکته لئیره که هینه که تن شریسیتن او وصر او جهان بینی ادیان ابراهیم و تایوت اسلام لئیره دواره محمد تیره توجه مجله او بیا بس چه السته یا روز ازلا چه کتن لئیره محمد وارد میدان که سبز این محمد چه کتن محمد لئیره همان در محمد صفات خدا ز تقدیر آن شاه فرمان روا به بطن صدف اندر آن جایگاه شدی خلقت از نور حق از صفا پس در نتیجه محمد لورا که این حقیقت و اصلا مقام حقیقت هر رازان پیر بنیامین نیشته تخت و پیر بنیامین بیس شافه و اصلا شفاخواز او واکانتر دو عالم بیس کلیدار دو عالم چه کتن لیر محمدی خلق کتن خلقی کتن لنور حق خلقی کتن لنور خلق و اصلا لنور حق خلقی که و بتخاون صفات خواهی صفات الهش کسی لیر چه اله بیده که تا ایره تمام واصلات فرجی که تماشا کریم ناولی جور حق خداوندگار دادور داور یعنی بردیو کار را که لیره که محمد تریده نو چکه الهش تریده نو صفات الهش زن سبب نام شد زهر دو سرا دور برکام شد به جمع آمدی پس به امر الله نشستی در آن موج زان بارگاه به فرمان حق پس صفات خدا بر پیر بنیامین نیکو لقا دو عالم به موجود دادی دعا با شرط بنیامین اقرار شاه خو است ماشا که لیره هینی که قاطی کردن که لیره توی بیشتن که بنیامین هر او محمد سکه در صورتی که ورتر که تماشا کردیمن بنیامین بیا خاون ذات امام دوانزهم و شابیه و سلطان بیا چه خاون تجلیگاه ذات علی و اصلا مرتضی و سد لیره چوپی که لیره دواره اینکه یه جورتر بیانی که او تصورات او باورین یه جورتر تریت قالب الشعر که لیره بنیامین این بودن بنیامین و اصلا و محمد یکی بن چون بنیامین خوی خلق بیه جبرائیل لیره تماشا کیتن لورا بنیامین لذات لیره لنور هرچند محمد لنور حق اینه که خلقی که ولی بوده خاون صفات خو یه رایسته که علی بوده چه تجلیگاه ذات یه لیره توی هینه مرزبند یه لب که جواز یه لیره روشنو که فرفره ناروشن حالا لیره
فرمان حق پس صفات خدا بر پیر بنیامین نکولقا دو عالم به موجود دادی دعا با شرط بنیام چه اقرارشا. حالا ادعی بین هر جوری که اول وقت ارسان کردم که فرا این فرا شونگل دیار لی همبستگی پارچه‌ای نیریتن یا چین نیه لیلی بریا لی شیریل فرق لیلی بریا اسلیره مجموعه فرق لی شیر نما اسلی بیتر شیره نما که بزنیتن چوی ای پیوند بنیامین وگر محمد چوی واصلا پیوند دریا واسن آیا منظور هر یه شخصه یا چوی توانیتن بنیامین لیه واصلا مذهب تر کاره اکتره پیرو اماما بایتن محمد خلق بکتن همزمان لالست هلو چه محمد خلق بکتن یه ای زمانه محمد هر مای قرار میرازدار آدم بود و آدم و اصلا نوح و ابراهیم و او سلسله که ارسان کردن که لأول و نوکان هوردی من تا رسید خاتم انبیا ولی لیره چکه دواره ورق خلق نتوش لألست چکه محمد لنور حق خلق بود و بود خاون صفات خواه و لیره چه بنیامین هر چکتن دو عالم کلیدار دو عالم اگر کنه بنیامین کلیدار دو عالم پس نیازی با محمد و باقی پیغمبرگان نیه یعنی لیره راه وی چه روشن نیه یا یکی ای هر جا ارسان کردم ای اثر زیوتر خلقیاغ زیوتر نوسیاغ شیریل ویشیاغ بعد لشون ای شخص معمولیت پیاکه که این واسه جهان بینی فکری فلسفی گوران میراث گوران چبکه لقالب مذهبی که خواهن چند سنت یا درست کریال چند سنت چبکه تن لنو یا بگنجنیتن و ایجور پشیو ای پشیو بمانایی درست بودن و مفهوم کان و ویل بیت کاروان و بیری و بیجی و بیمانه خلیره معلوم نیه که خلاصه محمد چکاره ای جمعه خو خلقی کرد صفات خواهی داپه به جمع آمدی پس به امر لا خوهات جمع نشستی بران موجزانگاه خود نیشتند او بارگاه لیره و فرمان حق پس صفات خدا بر پیر بنیامین نکولقا خود چه کرد به فرمان پس صفات خدا بر پیر بنیامین نیکولقا لیره یه خینینی صفت این فعل نیدیتن که بر پیر بنیامین نیکولقا چوبی هست دو عالم به موجود دادی دعا با شرط بنیام اقرار شاه لیره چه مشخص نیه که این اقرار چه ربطه با محمد پیا کدنه چه یه مجموعه اکتر لاتین ما یا یکه یا ای بخشه هاوردنش یا فراتر بیسن و برکلی هست کنه یه لیتی چپان نست و اصلا خونجان نستن ماوش کتان نستن ایسا چه دو عالم دعا دیتن دعا دیلیره برهان الحق صفحه 114 هین که دعای نظر منظوره که دعای دو عالم چو دیلیتن نیاز چس مثلا دعای بیرد که شرط بنیام اقرار شد دواره هم هاوردن و لوره شرط و اینه که او مسئله دونو هزار دونو یعنی بیا به راه ردا داود دستگیر به زرین قلم پیرنویسی وزیر با خدمت پاک رزبار پیر به ناز غلامان روشن ضمیر به حکم همان ذات خاوندگار ز روز ازل تا به یوم شمار دو عالم به انعام بر پیر داد بر ناجیان گشت حاصل مراد حقیقت روا گشت در آن ایام اخی هم شد از لطف حق شادکام. خب حالا چکر دعای واسلا دو عالم دا ای دعای چه یه متن دعا کس که و شرط بنیامین و اقرار شاه که هر او متن واسلا بیا بس است که حوالست دیره حجوی کردیسن لمعنی خارجی کردیسن دورا قرارات بین مردم و شاست
بین ادمینستریشن واسرا و نیشنا گره بس کومالایتی لیر هاوردیس شکل دیسن کریس دعای نظر اوش مثلا نیازکی چست دو عالمه ای دو عالمه خو هر خلق نویسن سا آخر و تی ای دو عالمه واسا و شش روش خلقه کردن ایسا که اصلا نظمی نری ترتیبی نری یک پارچگی نری نزنم یا دکتر محمد مکری و نزنم هانری کوربن و هر کامن ویلا یا مینورسکی و ایوانوف هر کامن ویلا هول دانست یا بخنه نو مغز مردم چاپی بکن و اصلا بخنه بلنه دسترس مردم ای پیامویل چه ای حجفکاریه ای سوککاریه یه شارستانیت فر انسان پایه فر انسان محور و پسو رسو کاریه که و هینه کردن ای هم که اهمیت دانست ولی هیچ پیونیک لنظر مفهومی لنظر دیدگاهی لنظر و اصلا و کارهاتن رایاری کوملگاه هیچ چیزی نیری ایه حتی نیا کلمه سواست خب مثلا لیره حقیقت روا گشت دران حقیقت چه روا گشت حقیقت قرار یک مقوله کوملایتی بود یه روشی که رجیان رای حساوی لیره تماشا که ای حقیقتا مفهوم رای حساوی هاورده چه که دوست لیره و حجو بودی سکر که اخی خب بعدک نیاوستد اخی واصلا که حقیقت روا گشتران ایام اخی هم شد از لطف حق شاد کام خب شاد کام مثلا را چه حقیقت چه روا بیله او اصلا حقیقت اوانه مرخوین وگر حقیقت نین مگر حقیقت نرازانن ولی سر و نیساوی حقیقت بیاراز خو ایسا حقیقت لکور روا گدوان خریکن معنا بین حقیقت دونیه که وریگرن حقیقت لکوملگا بونه جاری بکن بونه نو مردم رفتارکان و نظم بین و کوملگا سر و سامان خو اسل اور حقیقت رواگشت یعنی چه او ناو آو که فقط یه دوره کش نفس یه بارگاه داری واسرا حکم بارگاه داریتن و کسی کنیه که بانسر اور حقیقت دانه چیه فرفر به معنیه که یعنی مناله که قواد باته که داونه تو شاد کنیم بی خوشحال بی چو یزدان ابا پیر آن احد بست دیگر باره حق بر سر دور نشست خب عهده که چه بی خلاصی عهده دو و این از شرط بنیامین و اقرار شد یه عهده کس خب یه بین مردم و دستلات سوشال کنترکت یه متن سوشال کنترکت یا گریوز کمالایتی یا قرارداد اجتماعی نه یک دو عالم و پی دو بیتن پس لیره چکر دواره بنیامین نه او رواسرا دو عالم ده دواره هلستان دو لیره خوی نیشتو چوی زان ابا پیر آن عهد بست دیگر باره حق بر سر در نشست پس آنگاه برخواست روح الامین میان بست بر خدمت شاه دین خویه چه لخوان و ای دوادان بیا دین یه دیدی شاه دین لورا چکد خوی حفصا روح الامین یا بنیامین کمر بست و لخدمت شاه دین قرار گرفت خب یعنی چه نشستی چو یزدان ابر تخت یا اخیر راست شد بر سر هر دو پا به صدق و به اخلاص آن نیک مرد دو عالم به تقدیم حق هدیه کرد دو عالم به تقدیم حق هدیه کرد دوباره همان احمد با صفا دو عالم به آن شرط دادی دعا خود دواره چکر یه دعا تری دا ای دفعه احمد یعنی کرده احمد هیچ لب خوارتر منظورش هست هر محمد پیغمبر
اسلام به صدق و به اخلاص که لشونی که البته این باویاریش ناوکر باویاریش حساو کریتن ولی تمام قرقادی که اینا کان واسه مرز کان معلوم نیه مرز که یعنی چوی تواسس یعنی بچنی تپال یک واسه قرض حذف کردن چت منظمی یک پارچه دلی در ناکیشیتن دهی ابیات و قول فارس اگر دی بیتگر شیره خویا حسا بنیامین شانیشت سر تخت و کمر بست بنیامین و بیا خدمتکار شاه که شاهدین نیره بیا شاهدین دی حق بیا شاهدین نشستی چو یزدان ابر تختگاه لیره یزدان لور شاه اخیر راست شد بر سر هر دو پا و سر پا اوسا و صدق و اخلاص و پاکی و خلوص نیت چکرد دو عالم تقدیم حق کرد و دواره لور او تقدیم دو عالم تقدیمی کرد دواره دایی دواره تقدیم کرد و حق دوباره همان احمد با صفات دو عالم به آن شرط دادی دعا چو هر دو جهان باز آن پیر راد به آن حضرت کبریا هدیه داد ز پس شاه فرمود با آن امین چه خواهی عوض بدهم از جای این به پاسخ بگفتا که ای پادشاه بقا خواهم از تو زهر دو سرا پس چکر مصطفی یه دفتر احمد یه دفتر و پاکی دعای ده او دو عالمه و شرط لیچ داره على شرطه چز هر او کلمات است که لبان برده سکار اومد نسخ خونده یا شکل معلوم نیست بعد هر دو چوی هر دو جهان دواره داوی حضرت کبریا یا هر خالق شاه و بنیامین که هر چی توی لعوازی کردی دنیا دایت سومن یه دو عالم دایت سومن همه دو عالمش خلق نبیان لعوازی چه بهپید لجوا وچه من بقا توام نمری توام همیشه نمرم بوم لگول توی بوم خود دیگر هر کسی هست طالب به من شود شاد از رحمت زوال منن ز پس پادشاه ملک پاسبان یا ملک پاسبان بقا داد بر پیر بر جای آن ز هر دو جهان پیر آزاد شد نظر کرده لطف استاد شد که خود با مریدانش در هر سور شدن عفو آزاد در هر دو سر نگردن داخل به نار حجیم یا جهیم یا حجیم جهیم شوند ملحق حق به خوان نعیم پس آنگاه احمد به امر خدا بشد غیب و رفتی از آن بارگاه ز پس شاه مردان با هفتنین نمودن تجدید آیین و دین پس لیر چبی احمد هر محمد بی محمد پیغمبر بی که محمد یه دفع پیر بنیامین دعای دو عالم ده دو عالم که هین کرد نه سر تخت حضرت حق بنیامین نه سر تخت بعد چکر دو عالم دعا ده دواره بنیامین دا وزن خوی چیه سر تخت دواره احمد هادی دو عالم دعا ده و یه سر چه دو عالم قیب احمد قیب بی احمد دی چکت قرار ظهور بکیتن لسردم اسلام و یه سر که هینیچ پیریچ و گرد اینا لهر دو دنیا آزاد بی خو آزادی را باید هین بکیتن دواره و دون باید و ظهور بکی آزاد بیت یعنی دی نباید کنه و شکل انسان خون و گوشت پیاب و دنیا بهاتا و زجر بکیشه در نتیجه حد او چوارچی و هینه الان هینه هستنگانه و اصلا معرفت شناسانه چه رای نکردن لروانگایی که و اصلا هستی شناسی یا دنیا ناسین یا انتولوژی اصلا هینه ده جواگو و اصلا الهیاتی نیه که بتوایتن یه الهیاتی که منظم لیه برداشت کرد و یا حالا ارزش و اصلا صرافی کردن رایه که ارزش دانایی داشتوتن دانایی نوعیه
هلو چوارچو نظام باور مذهبی چه هینیک نیریتن وزنێک نێری پەیامێک نێرێتن وەگەر یەکە ناتێتەوە یەی هەرسا ئەو دواتە ئەو هەسەیی دواتە وەچە لە ئاخری چۆ تەجدید ئاین و دین خۆی ئاین و دینە بیە چە خولاسە شریعەتی چەس نازانم حقیقەتی چەس معرفەتی چەس یەس تماشاکەی وەی سوکاریە ئی میراسە بیوینەی گورانە حەجف کردوێ سوو کردوێ چەپەڵ کردێ نانە چ کەلەمەی کەڕە بووی تکات کە ئەوە بڕەسنێتن ئەسەرە ئەمدەن ڕاوەلا ڕێبەردەن میراسە بێوێنەی گورانە جەهانبینی فکری و فەلسەفی گورانە ئێستا تماشاکەیتن چۆ وە چۆ حەجڤیاتێک ئەو هین مەتنە بیاوبەسە هاوردێ بردێسێک کار لە چون مەناسباتێکی چەوچ بە دەیرێک محەممەد چە هاوردێ قاتی کردێسن لە ئی بیاوبەسە محەممەد بێ لە ڕۆژ ئەزەڵ خەڵق بێت یە تازە چەس دژ وە ئەو تەرتیبە خەڵقەتە وەسڵە ئایەمەسا یا ئادەم یا باو ئایەم کە لە نەسڵ ئەو نێروە نێرتە تا ڕەسیتە محەممەد هەسێنێ دژوە ئەوەسە خۆ لێرە چە محەممەد خەڵقی وە چە قەیبی باەتەکانی چە محەممەد ئێرەکانی بەرمەبنای حەجویاتە باید وەدوون ظهور بکردن نە یەک لە نەسڵ پەیغەمبەریە بیاتەواز ئەڵا با هینی چە فرە حەجوە فرە وەختە پێ نەگوزەنیان لێرە هین کێتن ئەحمەد کە منزوور باوە یا بوو ئێستا یادگار چەکێت وە شکل گاوێک گاو گەوەزنێک یا وە شکل گەوەزنێک هەریە کە لە هینە کوردیەکانە شیرە کوردیەکانەوە کەڵە زەردە ناوێ لێ بریێت ئەحمەد چە بوو وە شکل گاو چەکێتن هین بوتن زاهر بوتن بعد قەیب بود دوارە زاهر بوتن تێتن دوای چەقوەکە دەیتن وە لە شوونی چەکێتن دوارە قەیب بوتن وە هین کێتن دوای چەقوەکە دەی سەر گاوەکە بڕێ خۆی خۆی سەر خۆی بڕێتن بعد پەنهان بوتن دوارە قەیوە بوتن خەیوە بوت بعد چە بوتن لە خەیوە گاکە چەکێتن بریان بوتن بشێتن کوڵیەتن بعد لەوە لە شوونی چەکەی هەفتەنان ترنە وەر نەزەر چەکە وە نەزەر واستڵا پوختەیکەن گاوەکە هینەکەن لە قەیب بعد چەکەن کیشنە تێنە نەنە سەر خوان سفرەیە ڕەزبارە پیر چەکێتن لەورە نەنێ وەردە شاهی کەبیر شاهی گەورە سێمبارە چەکە ئەحمەد وە فەرمانشا دوارە زاهر بوتن وە چەکە قوربان دوا دێتن قوربانیەکە دوا دێ سلێرە ئەحمەد سێ دەفرێ ئی ئەحمەدە لەورە کە قەیبی ئەحمەدە هینە ئەحمەدە ئیسلامە ئەحمەد ناوێکترە ڕە محەممەد بنە عەبدوڵڵا وەلی لێرە چەس ئەحمەد نووساوە یادگار هەڵا یە شێریەلێکتر بووکی ئی دوانە ویە نەفەر هەساو کردوت لێرە مشەخەس دەرناکەفی وەڕوشنی کە تێتووە یە دەف خۆی گاکەس ظهور کەی لە قاڵب لە جسم گاکە واستڵا یە دەف خەیو بوو دوارە تێتووە چاقوو دوادە و سەری بڕێتن دوارە خەیو بوو سیوارە تێتوە چەکێ دوعای دێتن تڕەهاتوی ئینسانە بەزم و ڕەزم باتنی ڕێ سازکردنەسن سەرهەمبەندی کردی فرە خامی نازانم ئەسان قسەی ناجووریش تێتە دەمە خامی ئی کەسێرێکی ئی ئەسەرە متاڵاکردنە کەسێری وەسڵا لەو نمونە پرۆفسۆر و دکتۆریە لە هەی حەجویاتی چی باەتەکانێت ئێرەکانی سیاسی نەوت چی باید بنیەتە شوون ئەو ئەزەمەت گورانە مەسەلەکە مەسەلەی سیاسیە
ولی یه ارزش دینیش نیره تنیا در نظر سیاسی که برنسه پای ارزش و تبلیغ دین کتاب دینی لحوتای کتاب مقدس رای کردن بس چکر مردان سر و بنیامین سپارن و چکر پیر سردت دادگر خواه پس پیر سر داد بر دادگر پیر سردت پادشاه در صورتی برعکس بعد خداوند هم سر به ایمان سپرد ایمان چز خداوند سر به ایمان سپرد به بنیام هم شرط ایمان شمرد خب به ایمان سر سپاری کرده هستن و شرطکه چز نه به بنیام هم شرط ایمان شمرد یعنی چه از آن روز حق هر دو عالم ببرد که شد صاحب شرط با دار و برد یسا چه کردن و شوی که فرفر ناروشن و فرفر ندم چه بشن گوجانه خو مثلا مردان منظور او ششتنه و بنیامین سر سپارن مراسم که چست متن دعا که چست مثلا آیا هر متن بانسا چجور نیشناسن لیک جمع مثلا یعنی این جزئیاتی که امروز یعنی و ناو دین لنا بوندن ناقص لکولیکانیش نیه این مراسمات هاورنه چکرنه برگزاری مراسم نظری نرس زوان خان الماس یعنی حدود 250 سال وجه دینی که اصلا ازلی جمع شیوه برگزاری جمع که هاورنه و جعلیت و نانس زوان خان الماس لها 250 سال لیور که خان الماسش هیچ ربطی وی جهان دینی نیره هیچ ربطه و میراث گوران نیره بلکه دستر رواز صوفیگری بیستن و براکانه بعد لیره چکتن دواره حضرت محمد تریتوا میدانی کرد ولیکن محمد در آن انجمن نبسپرد سر را به کس زان وطن دوباره بشد غیب پنهان شدی بمان تا زمانی که انسان شدی خب لیره چکد محمد هیچ هاورد و دواره نو او جمع متای محمد دیر سر و کس نسپاری هاورد نه بسپرد سر را به کس زان وطن لأو وطن حالا وطن منظور لئی اتنیکه بودن لئی مذهب بود او وطنیک معنیک نیدن حالا یه ارجاع دوست حاشی حقایق چو معنی که رایدیس و نور الهی نازم ولی خب محمد هاورد و انجمنه که لورا قیبی کرد وقت خلقی کرد قیبی کرد لحق لنور حق صفات حق برد و قیبی دواره چه هاورد وی لیره معلوم نیه را چه هاورده سوده که لیکن محمد در آن انجمن نبسپرد سر را به کزان وطن در نتیجه رسید هم دواره مجموعه ایک شیرت نماغسن که این روایتی را وگرد یک پیوند بیتن که انسان بزانستن جری و اسرای روایتی که حالا بدون توجهی که ایمه باور پی داشتی من یا نیاشتی من یا واسرا ارزش عقلی داشت و دیان نیاشت و داناییت گوهرت بتوانیت درباری داناریت لعو چوارچوی خوی لو بستر واسرا فکری خوی تصورات خوی اینه بگیتن هم چتی کلی حالی بود چتی قابل فهمی چتی یه پارچه واسرا خب محمد هاورد و لیره که تاکید کرد که چه هاورد لنو انجمن و کسی سر نسپاری لو 7 نفره خود دوارش قیب کرد پنهان شدی به من تزمانی که انسان شدی دواره قیبی تا وقت بود و انسان خب لیره آیه منظور درسته که تو دونه راهیش قائل بید را محمد یا خریکی چه ویشید دو در آن دم که ایجاد شد بو البشر نزول کرد احمد بر آن سربر خب یا سر به سر خب یه سه چکت
قی بود تا وقت آیم این که خلقه و لوره چه که احمد نزول کتن لعورا چو آدم شدی هی چو آیم زنی درست بی چکر لعمر خوا بودی مظهر احمد مصطفی. پس یه دواره بردواره کانال ادیان ابراهیمی لیره چکر محمد هاورده سرنس پاریه و قیبی کرد و چکت بردوی لجسم آدم وقت آدم زینی بی چوی مظهر احمد مصطفی بی محمد ابن عبدالله. پس از آن است احمد زهر انبیا نزدیک است از آن است احمد زهر انبیا مقدم تر است در فنا و بقا. پس محمد لیره دی بنیامین و جماعت که فراموش کرد لیره چون که احمد مصطفی بیسهین مظهر اولین آدم یا اولین آیم با آیم بیس مظهر احمد مصطفی که قی بیسن در حاتوس بیس آیم خود چکر وی دلیل است که از آن است احمد زهر انبیا لتمام انبیا چست مقدم تره را خاطر یه چست مظهر آیم مظهر محمد بیستن هوی دلیل است که احمد لگشت انبیات لتمام باقی پیغمبر کانت چیست ورترم والاترم والا مقامترم مقدمترم هم لفنا هم لبقا هم دی دنیا هم دو دنیا. بودی آدم پاک از ابتدا محمد شدی ختم از انتها. پس آیم پاک سرشت محمد بی و آیه ختم انبیاج و صراحت بی و محمد شد ختم از انتها که مذکور گشته به هر کتب ها الف آدم است و محمد بیا. پس چه کردن؟ مالا مقایسه بکیتن ترتیب الف بایی هر الف و آمده آیما که هر مظهر محمد و چس محمد تا یا ی حروف آخر اینش واسه خاتم الانبیاء چس ثبوت محمد لترتیب انبیاء. خب رسول اول آخرین او بود یا او بود که محرم به درگاه یزدان بود. دوباره بیاییم به سوی سخن به روز ازل هم در آن انجمن در آن معنوی شاب با هفتنان نشسته بودی با دل شادمان. حالا هینکه واسه یعنی ما قیولی کرد محمد کرده گشتکاره اول و آخر هر او بی محرم درگاه یزدانش هر او بی قرار بی چه بود؟ بنیامین بودن کلیلدار دو عالم دیره کرده چه؟ دیره محمد کرده همه کارو محرم راز یزدان و چه دوباره بیاییم بسم دوباره چه؟ هات و را چه به سوی سخن به روز ازل هم در آن انجمن که لو انجمن چه کرد؟ شاوگر هفتنانه و خوشی دانشتوین. من نزنم اصلا تعجب کم که چند صدها یا چند هزار نفر ای اثر خوندود و چند صدیان واسه ونیت پژوهش و حرف پژوهشی داشت مثلا ای هم که واسه تجربیات نکفته سوار شدن که آخه چی بود این دو دین یک یه مذهب جعلی درست که باریتن بخیت نوزک دین اکتر که قراره هم این بکده قراره لآینده ای دین باید ظهور بکتن یه هر محال ازل حال خلقت فرشتگانه این السته واصله اولین گام واصله خالق را خلق کائنات دنیا.
خب لیره حکایت دو جهان و فرمان شاد در 6 روش لیره چه کرد؟ چی و راستر ادیان دینی ابراهیمی و 6 روز تورات که لیره و 6 روز دنیا خلق بکردن لخوارتر بیسه چه 8 روز تا اینی چه بچی من ای بخشی چه و بزنی من و کور رسی من 1 ساعت یکنی کنم که ناگاه یه لیره حکایت بنابین دو دنیا و فرمان خداوند تعالی و 6 روشه وعده 6 روز ناگاه از غیب صوتی رسید بگفتا که ای عاشق پر امید ترا خواسته یار زان بزگاه که تا 1 2 جامی می اندر بقا بنوشی و سرمست گردی ز حق بخوانی ثنای حق از آن ورق کنی داستان حقیقت بیان چگونه شده خلقت دو جهان چو بشنیدم این صوت برخاستم یکی جشن و سور بر دل آراستم برفتم شدم داخل جمع یار شدم روشن از یار پروانه وار مراد داد رخصت نشستم بگاه مرا داد رخصت نشستم بگاه به سجده افتادم به درگاه شاه خب پس آنگه خداوند زان بارگاه بفرمود تا ساقی مه لقا 2 جام میم داد خوردم به خوش شدم مست و بیدار گشتم به هوش به نطق آمدم خواندم اوصاف شاه حکایت گفتم ز سر تا به پا کنون گویم از حکم پروردگار چه سان گشته خلقت دو عالم بکار خود تماشا که ای بخشه ای ده 15 بیت که از لمورد و اصلا حالت باطنی خود حاجی نعمت که چه کردن لباطن شده ول اینا لخزمت شانی شدن و می رای تیرن الله ای می باطنی تو لره ریاض از بشته بشی دیر هیه ها چوبونی اقنی تو چه هایت حضور شم نازنم یه چو وی جوره ای مزخرفات توانسته بویت ناو مردم مثلا انسان گیلی اخیر فهم نیاشنه ای مزخرفات چو باید باور کن بدون رو یک پلسیار بکن اخیر چو بود وی جوره کابرا چوبنی دی یک چه حاله شاب ای قصیله بچو بیش باید تو چو واز که تو اینه که واسرا قاموشه که لزوما ممکنه قاموش جوهر بود قاموش جوهره که باید این دبان کاغذ بیست فرفر مثلا چو حالا خود فرض که من و بوی چتیر شارژ بود دلخوش بود ولی ای هم که پروفسور دکتر را چه خویان خصنص کوانه را ای حلیمه و کس تنیا واصلا نتیجه گیری که انسان دی هجویت توانه بکتن یه که مسئله که سیاسی بیست یه پروژه سیاسی این مذهب ساسی خواندم موساش حکایت گفتم زسرتا کنون الان به روز ازل شاه با هفتنان همی خواست خلقت کند دو جهان حالا دور خالق دو عالم رای بردی سکار نان سجده لبان خلاصه تمام وچتلی که لزردم حاج نعمت الله جیهون آبادی مکریه بیست لروج ازلیش بیا ایسه چیز دیر قرار دو جهان خلقت بکه دور دو عالم دوای ده 6 هفته دوای ده در کرسی دانش شاو هات خواه دوا دریا چی و بان دوا دریا ده محمد ده پیر بنیامین ایسا تازه دواره خلقت های شروع کرد به روز ازر شایسته که چکد هفتنان بنای جهان پس جهان آفرین نهادی به آیین روح الامین حالا ور چز جهان و آیین روح الامین و اوجره که روح الامین یا بنیامین توسط بناینا بعد نخستین نظر کرد خامنکار به سوی همان در گوهر ببار یکی برق سوزان از آن در بجست به تابید جوشید از هم گسست پس دیرن چکر
بارگاکه خویان که دوڕەکە بارگایان بی گۆهەربار چەکرد یەکە حەجڤ ئی دوڕ و گۆهرە لە مانای کردەوە چێسەکە مەفهومێ فرفرە مهم و واسڵا کلیدین لە ئەو ڕابیان ئەو جەهانبینی فکری فەلسەفی گوڵانە لێرە چە کردێتن لە جەنماڵیان کردی ئی مەفهومێلە خۆ تماشای دوڕەکە کرد دوڕە گۆهەر بارەکە کرد چە کرد دوڕەکە تەکان خوارد و ڕوشن بی جوشیا و لە یەک واز بی منفەجر بی چەکرد بشد گەوهەر و جەوهەر ئەز وێی جودا گەوهەر و جەوهەر لەلی جیاوە بی هوەیدا بشد نور ذات خدا چە ذات خوا هوەیدا بی ڕاکی هوەیدا بی خۆ یان گشتەنها ناو دوڕەکە خۆ لەورە مەرزە حەق 6 دەفە لە تەخت نەنیشت و هەسا و نیشتوە سەرتەخت و هاتە خوار و نیشت و سەرتەخت خۆ لێرە ڕاکی هوەیدا بوت خۆت هەفتەنان خۆی ئەڕیان ئاشکار نەکرد لە بان و مەرنەوی وەت خۆم ئاشکار کە مەڕاتەنێ قبول بکەین کە دوونادون و ڕەنج و دوونادون و قبول بکەین و لە هەردوونێک ڕەنج بکیشن و فڵان ویان ولی نار آن در سوزان بودی چون مشعل در آن بقعه سوزان بودی از آن شعله نار دودی دمید سماوات از آن دود نار آفرید خو تقیت و یدی کل نوی هلستن لنو او هنا در تقیه واصلا و چکتن لأو دود افلاک و السماوات درست کریتن الذي كل أو آيرة أفلاك وأسراب هني السيارات درست كي السيارة جورا جور هسارة كان درست كتن هفت شرخ شد السوار هفت شرخ هفت طبقة آسمان بعد لروي جهانا بدون بستون شبي سوار بي و بيفراخت بر عرش له قلم ز پرشنگ آن شعله پرشرر همه اختران آمد اندر نظر لأو پرشنگ او شعله چکر سیارات و ستارات ای عالمه چبی خلقیان کواکب بروجات شد آشکار به گردون چرخ دوار که گشت درست بی جهانکان کوکبکان برجکان و چکن شروع کردن دوارانیت و چرخ خواردن چرخ دوار ز خلط همان کاخ در سمین شد ایجاد هفت تختگاه زمین پس لیری چه خلط خراوی او تقینەوە دووکەڵ و ئاورەکە سەماواتەوە لە خراوەکە خەڵتوینەکە ئەو کاخ دڕسمینە چەبی هەفت تەبەقەی زەوی دروست کردەوە بجوشید آن بهر از تاب نار بخار و کفی شد از او آشکار بخار چون از آن یم به افلاک جست ز گرد غبار آن بخار لخت بشد خلقت ابر از آن لخت ها گهی جمع گه پهن شد در هوا پس لأولی چه کرد زوی درست کرد هیچ بعد اینی که جوشان بی او هینا دوڕە یا هەر نازاندی لێرە سەرۆبانی نەمان لێرە لە دووکەڵەکە لە خەڵتەکە هەفت تەبەقەین بی بجوشید آن بر از تاب نار پس بەهرەکە کە دوڕەکە لەبانی بێ لە ئیوەیە ساوەتتە جوشیان لە هین ئەو گەرمایە ئەو تەقینەوەی دوڕە و چەکرد بخار و کەفێکە لێ ئاشکار بوتن بخارەکە چوی هین بوتن چوتە هەوایە لە گرد ئەو قوبارە چەکە هین کە لەکرێل هەور درست بوتن و چەکرد ئەو لەکرێل هەورە خەڵقێ بعضی موقع جمن بعضی موقع لە هەوا چەبن پەخش وەبن
از آن کف که بر روی دریا بودی زوی در زمین خاک پیدا شدی. لکف سر آواکی چه کرد؟ خاک پیابی، خاک درست بی. ز پس خالق از قدرت خویشتن دو تصویر خلقت نمود از دو تن. لقدرت خوی چه کرد؟ دو تصویر، دو وینه خلق کرد. وینه دو نفر، دو شخص، دو کس. یکی صورت گاو و دیگر اسد. مجسم شدی هر دو از دو جسد. خو یکی بیچه صورت و ریمت یک گاو گرده خوی، یک ولاخ گرده خوی، یک مانگه حالا یا گا، یک گا تمالا چون دیره دیگه نیر هستاوه. یک گا بی اواکی چه یک شیر. دو تن آن بودی گفتم اندر سبق، شدن خلق هر دو ز عینان حق. پس این دوانه از شیر و گا هر او دو نفرانه که لچو خلقان کرد. هر او دو نفر چه عتیق و این بیسه چوت سره. چنان شد مسما دو تن شهریار، یکی ایوت و دیگری روشیار. پس لیره چه او دو تنه که لچو هین بی عتیق و که نواکلیت چی یقیق ناوی بی. بعد چه بی اس لیره اس نویان نریا دو شهریار که یک دن ایوت بی یک دن روشیار. زی ایوت بشد آن بقر آشکار، او گال ایوت آشکار بی. بعد چه ایجاد شد ایجاد شیر از تن روشیار. شیر لتن روشیار آشکار بی، درست بی. پس لتن ایوت او گا درست بی، آشکار بی، یا یک ایوت و شکل او گا دارد ولی خوب اینجور معلومه که لوجود هم درست بی. نظر کرد بر قعر دریا دیگر، شد ایجاد آن تخت سنگ حجر. خب نظر کردید دفعه چه حق لآواکه که یه تخت سنگ لطی چبی خلقیا تخت سنگ گوره. به پنای آن بهر تخت زمین، قوی گشت آن سنگ ابیز چنین. تخت سنگ که و پانایی چه دریا که بی و گوری دریا که بی. ز پس هود از قدرت دادگر بشد خلقت و نصب شد بر حجر. پس لأوره چکه لقدرت خوی هین بی هود. حالا لین نازم هود منظوری چست با یه دقیقه در بارم. هود یکی لفلک دوانزمین فلک چست آسمانی، یکی لبرجل آسمانی، یکی لنیمکره شمالی قرار دیدن. پس چکر یه دوانزمین برج لبان چکر لبان او کوچکه لسر قدرت یا و حکم معجزه چبی قرار گیری نصب کریا. پس آن گاو بر روی ماهی نهاد، یکی شاه بر فرق وی برگشاد. خب چه گاو که نابان پشت ماهی لوره هود وی حساوا او برجینه بعد کنی ماسی بودن که لبان کوچک نصب بی. بعد چکر گاو که نابان پشت ماسیه کوه. یکی شاخی چرای درست کرد، زمین برنهادی بر شاخ بقر، به فرمان حق گشت محکم ز سر. پس زوی چکر نابان شاخ گاکوا. حضرت حق زوی نابان شاخ گاکوا، به فرمان حق گشت چه محکم ز سر، لبان سر قرار داد. به پشت بقر شیر شد استوار، به پشت اسد تخت حق برقرار. پس چکر لیره لبان پشت مانگاکا شیرکا چیبان پشت مانگاکا لورا پابرجابی جیگر و چکر تخت حضرت حق تخت حق چیبان چه پشت شیرکا. ای قوزا و جرسه ولی لنو اینکانا شیرگل کردیه کر لیگا هر ای ماسی هابان یا لیجه و دو جورات هستن و چندین جورات ولی دو جوری باقی بیشتر کفته شو. یکی وقت
ماسی هابان پشت ماسی هابان هنو آوکا بعد گاکا هابان پشت ماسی که و زوی هابان شاخ اینه که این که واسه ای شاخ و شاخ که لیر اینسا یه شاخ لور دو شاخ نیستی هستن که بتوانید این شاخ به شوروش باید واسطه یه که این مسئله شیر و که شیر لبان پشت گاکا بود و تخت حق لبان پشت شیره که یعنی کلیگان من نیم با یک نکفت و دست من بعد چه کرده به پشت بقر شیر شد سوار به پشت اسد تخت حق برقرار ز پیشانی گاو شیر خدا دو جام زرین شد ز آنها جدا دو جام زرین نورانی اینکه لپیشانی گاو شیرکه که بود جاوبی یکی بود ما و یکی بود شید از آن گاو از این اسد شد پدید پس چکد مانگو خور او گاو شیره هین بی لطولیان و صلاح پدید هاورد خلقان که پیشانی گاو شیرکه چه دو جام زرین و چه کرد یک لیبی مانگ و یک لیبی خور که خداوند از گاو مه آفرید دیگر خور از آن شیر آمد پدید پس مانگ گاکه و وجود هاورد خلق کرد و خورکه لشیرکه که شیر هم شدی خلق از روچیار و شیرکه لروچیار خلق بی دیگه گاوش چه بی خلق بی لیادگار این لیره مشخصی کرد که یادگار ایسا حتما چطور سر روچیارش که تا ابرام چو آن مهرومه از همان گاو شیر بشد خلقت از حکم زاد کبیر پس آنگه به فرمان آن کردگار پی روشنایی لیل و نهار دو جام درخشنده بازیا نشستند هر دو به روی سما پس را روشنایی و اصلا با وجود آوردن لیل و نهار شوروش او هینا خورو مان درست کرد لو مانگو لو گاو لو شیره شوروش چبی و جور درست خلقیا شب و روز گردان دو جام زرین زیا گشته از ایشان زمان و زمین پس چکر شوروش لگردش او دو جام زرین وجود تتن فروزان بودن دایما در سما یکی گشت خورشید دیگر مایه تکراره تمام چه یه منظور تویتن لی هم کشید هر یه منظور برستن طلوع قرب جام زرین به دوران گردون باید این چنین بعد هر یه ادامه ده طبعا پیشانی گاو مه کردید چرخند زنستان به امر خدای مکان خرومه به گردان سپر بود بر سر شیر و آن گاو مر به پیشانی گاو مه کرده جای به چرخند انسان به امر خدای به چرخند انسان نه انسان انسان به امر خدای و اینجا به چرخند و امر خدا که شوروش وجود باید آن شیر پشت بقر شیرابان به ابر پشت شیر از تو ماورای خور پس هور لیره چه لپشت شیرکه چه خور هست پس آن ساج در پشت شیر و بقر شده محکم از امر آن دادگر به تخت همان ساج زرین نگار و جای تخت جهان کردگار پس این تخت این ایسا حال نو خوره لیره پرنور زاد کبیر بود جای آن هر دو لعل منیر که آن لعل ها از ازل تا ابد باشند در نزد زاد احد که او دوانه چکن تا دنیا است مینین یکی بود عقیق یست دواره هم یقیق و عقیقه که نواکنه ملخان چو عقیقه و یاد و یقیقه که یادم چوی شدن از دو عین خداوند خلیق عقیق است به نام ملک تیار لیر ملک تیارش دواره هاورد و نو یقیق است ایوت به حق هوشیار بود نیز ایوت اسماعیل دواره هم تکرار وکه که ایوت اسماعیل و مالک چیز تیار است آن روشیار مالک تیاره که
هر او ملک تیار سلیرن ایسا و مالک تیار روچیار بودن حالا ایواد اسماعیل و یدیسه که هینیان کتن قرقاتیان که سلیرو هر جوگ ارز کدن در روچیارش کده شاه برام بودی روچیار عاقبت شاه برام اسماعیل شد یادگارش بنام پس چه روچیارو بیا شاه ابراهیم و اسماعیل شبی بیا یادگار خور و مه هم از نوران دو گوهر شدن خلقت اندر جهان جلوه گر دو گیتی به نور دو تن شهریار شده منجلی روز و شب پایدار مثل که خور و ماندو دو نفره و دو نفره که ایوتون از دنم ای هم که نورن برده سکر عقیق و یقیق و ندارم رو چار و ایوت و اسماعیل و فلان و بیمان بقیان یه نوان ولی ای دو نفره چه ای هم که نورن هیچه ایه ای جوری در کاشتی بودن دست نویسکان حاج نعمت یه ناتوانتن لو سردم ایچتیل سرهم کنن چون لو دست نویسی که من لو صفحه حاج نعمت دات کاما پیدا کردم لو روچار واسرا شابراین بوده جنشین سلطان صاحب و تا امروش حکم اوه ولی یک لیر والبا و یار پیچان نسیگ یه ورژن واسرا بعدی تکامل دریال او جلیات واسرا هفت دوره یا هاون کارو نازن شاخوشین و سلطان صاحب و تاتیتن لا قرمزی و ترسیت خان آتش که لو ورژن ترسیت یک ای دو شخصه بپیچنه یک و او واسرا نسخه اول یک لو مصبه احتمال فرفره یسته که لمحتوای دفترکان باخوانین که چهاتی و ای انسانی چو بیابس کردنه چه کردنه چو این کردنه بعد بیاتر مجبور بینستن ای حجویات سرهمبندی بکن که بتوانن او واسرا جانشینی ابراهیم بکنه هر دیکن ول باویاره بشه بکن که بتوانن چه بکن او میراث و طور کلی بکشنه جیر ایلافا و ناپاک پس آنگاه چون کردگار مجید زمین و سماها همه آفرید به شاخ بقر عرض چو شد سوار بقر هم به ماهی بشد پایدار دیگر هوت از قدرت دادگر بیاراست محکم به فوق حجر زمان و زمین چون که گشتی پدید دیگر گرد عالم تنابی کشید ورا نام شد قاف قین از حجاب بشد بسته از رشته آن تناب از آن قاف قین بهر گردید صد شدی لنگر ارزها تا ابد و یه ادامه هین کتن که چه کتن زمین و زمان و گشتی لعو هینا لبان پشت او کچکه و اصلا لبان او کچکه درست کریا و دور عالم یه تناف کشه و یه تنافی چه رشته او تناف چه کتن یه صد هینا کن صد آواکان که آواکان لیتی قرار بایدن لنگر بایدن طبقه الارز درست بی هفت طبقه و اصلا کوکان درست بی برای وشکی و آو دار و گشت درست کریا خلق کریا آفرید بی بعد انصریل ای جهان مظاهر و قرفار اینکه عربیه که فارسیه که قابل دین و بین درست بین پدید هاتن جهان چپ برج ساواسا سال و تقویم شروع کرده گردیان ما دو که ما بیا 12
مانگو چه 4 فصل رو هفته که روژگان بی یه هفته شو روز رو بعد گردیان پروانه وار و اصطلاح آسمان روشن وکردن مانگو خور امر شاه چو و امر شاه هر او چه میل هفتن بی چکر خلقان و بیا واصلا کار و دست اداره که هفتن هرچی بتوه او بخلقنید زکتم عدم آمدن در وجود پدیدار شد آنچه بود و نبود که لهیچ هرچی هست لهیچ درست بی موجودیت پیا کرد به سال و ماه و هفت و لیل و نهار به فصل 4 و به عنصر 4 عنصریش دیر هاورد فرمان حق هم در آن روزگار 10 و 2 بروجات شد برقرار 12 برچ هین بی برقرار بی لمواد 6 روز زان بارگاه دو گیتی بشد خلق از امر شاه لمواد لطویل 6 روز چه کرد گیتی دو عالم چه درست بی خلقیا لو 6 ایام چه حقیقت نشان زبان مور بودند آن هفتنان بعد به هفتم شد ایام تعطیل و سور که حق در حقیقت نمودی ظهور یسه که هفتم چست هر او جمعه سه که لدینگل على سبت ليهوديت شمس ولا هنا اسلام جمعه که تعطیلیه روش هفتم 6 روش خلقت کرد فرش کرد بی خالق بعد روش هفتم چه پال داوا اسرات کرد بخوردن زان پس ز آب حیات شدند هی ز باقی به فرمان زاد پس چه کردن لی شروع کردن آو خوردن آو حیات و اصطلاح چه شد خلقت جمله هر دو جان همان هشتن بود اندر زمان او زمان خلقت چه بود هشتن هفتن و خود خالق بین هشتن بین پس لیره چه کرد صفات اله هم بود با هفتنان از آن رو مسماست بر هشتنان پس صفات الهش ول هفتنان بی که وی دلیل سه که و هشتن معنا پیاکن ولی ابتدای خلیق جهان دوشنبه بود از قول آن هفتنان یا بود از قول آن هفتنان که چون برتر از آن 2 روز از زمان شدی خلق جبریل با هفتنان که هر روز تا روز دیگر شمار بودی طول آن سال بر 1000 هر 1001 دون ز آن روزگار نمودند هفتن به قامت سوار مقدر چنان گشت از کردگار پس از خلقت هفتنان ز آن گذار تا روز محشر طبق در طبق به 3 رتبه نیک و بدان در ورق کنند طی ز هر رتبه در هر شمر 1001 جامه در زیر و بر به ترتیب 4 بقای خداست که تا حق بود آن بقا چست پس بپاست ایسا که هفتنان خلق کرد صفات الله من نزنم دیره دواره اله آوردوه که هشتنان دیره منظور صفات الله با هفتنان از آن رو مسماست بر هشتنان منظورش که دور صفات الله چی؟ یا محمد یا محمد دیره ها ولیانا یا منظور چست معلوم نیه یا بعد دوشنبه که چون برتر از آن 2 روز از زمان شدی خلق جبریل با هفتنان که هر روز تا روز دیگه شمار بودی که یه نازن منظوری چست فردی پشوه کرده که دوباره تکرار 1001 دونه تا ایرا بعد هر مزری 50,000 که او هزارین 50 سال بود تا 50,000 که را اهل چه بقا بگذر در گذر بان تا رتبه آشکار بود واسه داخل شمار و روز ازل تا که آن روش خلقت جان مجان زنار 1001 جامعه عوض بکن این مردان 1001 جامعه تیک بعد به تن روحانی هل این روحانی بنواسطه قشر هدایتگر
جان تا باشه باید رتبه ثانی اندر گذر. آخر زمان 1001 جامعه یعنی هر تکراری 1001 دون هزاری نزنسی چی بچپنیتی 1001 دونه در جهان شود من جاودان. ز ایام شنبه خدای کبار به روز ازل برتر از هر شمار. ز در کرد ایجاد آن جبرئیل بشد محرم ذات رب جلیل. ز یک شنبه آن هفتن پاک ذات شدن آفریده ذات و صفات. پس شنبه چکرد جبرئیل این بی یک شنبه هفتن علام لیره جبرئیل خوی وگر هفتن هیکی بوده ششتن بوده هفتن خوزدنه تا شنبه چکر دیگری بشد خلقت جن و انس و پری لی دوشنبه تا شنبه اکتر چکر جن و پریویانه خلقه بعد یعنی دی دواره ندارم دی چوس اینجوره لور خلقت تمام بی سرعت کرد هفتمین روز تعطیله داره لیره هم داره شروع کردیسه که انس و این شمویش یعنی دواره جنویانه خلق بکن. ایسا به فرمان حق ز اول و انتا به 8 یوم ایجاد شد ماسوا. 2 ایام در پیش 6 در عقب 2 عالم بشد خلقت از امر رب. خود 2 روز وجه و 6 روزش دیره بوده 8 روز انشاءالله هفته که بی 8 روز. به هر روز یک آسمان آفرید هر روز یک آسمان که تا 8 افلاک گشتی پدید. به روز نهم عید نوروز بود در آن روز عرش برین رخ نمود. شاید لیره جالیات اکتستر هم کرده که بتونه روز نوروزی بچپنه تناوی جالیات. خلقت اگر کدو 8 روز که روز نهم چه بود؟ نوروز بود. شد افضل به افلاک ها زان شمار به فوق سماوات شد پایدار. در آن طاق ایوان عرش برین به آن روز تهدید جان آفرین نشستی ابر تختگاه زرین به معظر نشستن پس هفتنین. نمودن بر پا یکی جشن سور که رقصان شدن از آن ماه. که خب چکر دواره کدوی 8 روز هم دواره لور جشن سرور کردن هم دواره لیر دواره نه جشن سرور کردن هفتنان سازو هین رن مرزان مقانی بخوانن رایان لورا پا از نفشن. بعد تا رسل همی گفته خالق کن فکون بکن خلق ذرات عالم کنون. ذرات خلق لورا درست هن کرد عالمکان دیر هم دواره چه دعوالی لیکیتن که خالق ذرات عالم دواره خلق کتو. ای هم که شیوه ظهور و ملائک و زنس و زجان زنور و ظلمت و زنیک و زبدان زوش و زتیر و ددد و مور و مار زهیوان زهیوان هر جنس اندر شمار کنی خلقت از قدرت خونه شوند در گودی که همه اشکار. یه سر وحشی و تیر و ملور و مثلا یه چشتی پلور و ملائک و هوری و فرشته و یعنی گشتی که خلق کرد و هم دواره تکرار بجوشیدی هر دواره تکراره که دواره نظر کرد لدرکا جوشیا و یه دواره صفت و بی و گوهرکا و بعد زوی مویهین که دیگه نوری از گوهر آمد پدی تمامی ملائک از آن آفرید. دواره نوری که دراد ملائک یه چندین ورشنده ای هلی بشه یه چندین دفعه ای و چندین جوره ای خلقت هین کد بیان کد شویه و نامرزه. من نظرم مثلا خود نور علی تناقضات نی تکراریه که نیستن یا یک واقعا خوی و پیانز بخشی که ایش شیر خویه. حالا من شیر خوی نیم است که بتونم تشخیص بدم که کام شیر احتمال داری این خوی و کام شیر کام بیتلی شیریه این حاج نعمت بودن دیگر نوری از گار یه حد تکرار واسه. بعد هران تخم کنده ازل تخم بود به هر مظهری آید انده. پس هر کس که ازل تخم و خراو کار یا اصلا مظهر و مظهر که چه خراو بودن هم حالا قرار دون و دون چه بودن خاص بکتن نزدیک حق و بودن و اصلا تکامل پیاب که تعالی پیاب کتن ولی هر که ازل و تخم خراو بودن تا ابد هر خراو
حالا نظرم دنیا را چه آزمایشگاه است که نویسایی که دنیا آزمایشگاه است و همیشه امتحان که همان تلخبار است هم بدمزاج ز دوران نگردد به شیرین رواج. اگر چند آدم به قلب بهشت همان دانه تلخگون را بکشت. نگردد مبدل به شیرین سرشت همان تلخکام است و بدکار زشت. اگر هم سفید خلقتان همچون در خلقتان سفید خلقتان همچون در شوند داخل تیره خاک مزر. در نتیجه هرچی بودن ای تخمکه اول و بذرکه خرابی دی تال بی دی شیرین ناوتن و هر خراب مینیتن. بعد کنون دوستان عمده خلقتان بود از 1028 بخردان. پس 28 بخردان دواره چوار هفته که هفتن و هفتوان و هفت سردار و هفت پالتاست که اصلا لیره چه نویان بیتن که نوکانن تکراری ازیتیش نویان بدیمن که دین حقیقت در آخر زمان هویدا شد از بدن اسلامیان که چو اندر حقیقت شدند آشکار سپردن سر را به شرط و قرار. یسه که این کتن این ای 28 نه 4 هفته که خدایند بر خلق بعد از خدا که لشون خدا نماینده خوان را مردم خواهی و مل مردم کن. خدایند بر خلق بعد از خدا که چون هر زمانی به هر اسم و رسم بیایند در دور گردان به جسم ولی اصل آن اسمای ازل بدانید یک یک نگردد بدل. چو اندر حقیقت شدن آشکار سپردن سر را به شرط و اقرار که دین حقیقت در آخر زمان هویدا شد از بطن اسلامیان. چکر دین حقیقت لبطن اسلام دراد اروچه شریعت طریقت معرفت و حقیقت. دین حقیقت یا دین امام زمانی آخر هینه کری لنو او دستوسی لنوالی بده چکه لبطن لذکر اسلام داریده لاسلام زینیده. چو بادام در شهر بشکسته یه دواره چوت برای که این بودن شریعت بادام بود و پوست بادام بود و نوکه حقیقت و موزکه و یه سکه 28 کیچ یه سه نویان بیتن لیره که کیوکی هفتوانه چه سیلین یه سه لیره نویان بیتن که تیجی و تکرار نیدیتن. بعد هفت سردارش آبدین نریمان و روسم احمد هاوار که هاوار لیره تازه هینه کرده اولین جاره که نازنو احمد هوار موسیسیا بعد اسکندر بعد میرورچمیش دیره جز هفت سرداره. بعد هفت قوتاسی قلیه و شابدین و شاکو و شانزر یعنی که عالم ها دست ای 28 نفره. چه حجویاتی چه کرده چو عظمت گلجن کی شایی آیم. یه دواره بیابست دین حقیقت تمام با آن 28 ختم شد هر مقام. دواره هم ای بیابسته هاورده سومیدان رفتا سندیریا بریسه کن یعنی حجو کردیسن گشت مفهوم کن لمانه خود در کردیسن. دواره چه مورل او داستانه بعد خداوند چون ناجیان آفرید همان 28 برگزید 28 نفر که چست پس هفتنان و دواره هم دواره یه تکراره قولت حسن و جانب پیشوا. الان پس از هفتنان هفتوان بود به جا شدن بر خلایق همه پیشوا. لیره چکر هفتنان ای 28 نفره لشون خوان خواهی مردمان مخلوقاتن. بعد ترتیب هفتنان که نود بوده چه هفتوان پیشوای خلایقن که هفتن بودن در دو سر میر و پیر که بنیان بودی بر آنها کبیر.
دیگر هفتوان ناظرند و وزیر، همیشه بودند پاک و روشن ضمیر. خب یان میر و پیرن هفتن، یان چند ناظرن و وزیرن. میر و پیر، ناظر و وزیر. خب یه چی توانیتن یه هاجنمه چو یه لواصلة لنو کومەلگایە معنی دێت مقام ڕێیان تاشت نازانم مقام ڕێیان دیاریکە پوستەکانیان دەست نیشانکە نازانم چەکە. بودی رأسشان احمد با صفا، که آن گاو قربان بدادی دعا، که در گنبد خضرا سالار بود، نظرکده شاه دادار بود. که بودی رأسشان احمد لیره چه اطمانا دواره محمد آورد و ده هفتوان ناظم تو وزیر همیشه بودن پاک و روشن زمین. پاک و روشن زمین هفتوان گل سیل. بودی رأسشان رئیسن کس احمد باصفا خو لیره کنه این بودن که چنه محمد گورسوار لیره چه دیریتن ایت وای برسنه که محمد گورسوار چس حضرت محمد سر یعنی سر گورسوار سر کرده یعنی احمد باصفا که آن گاو قربان بدادی دعا، که آن گاو قربان چس لیره کرده احمد کرده محمد گورسوار، که در گنبد خضر سالار بود، نظرکده شاه دادار بود. در آن جمچلتن بودی مستدام، بودی قطب آیین آن چل مقام، که اندر وجود صفات خدا، بشد خلق آن شش بکملا. شدن نیز آنها به 7 کس حساب، که بودند سادات عالی جناب. که لیره دیریتن حالا ای جمچلتنه اصلا ربطی گو احمد نیدیتن. این جمچلتنه تایسی این نور دیسن که لیره دواره چه آورد لگون بد خزرا چه کردیسن که لیسه مستدام بیسن لورا خطب آین بیسن لناو چه مقام آینی داشتیسن لو جمچلتنه چه نفره، که اندر وجود صفات خدا، بشد خلق آن شش به حکم الله. خو شدن نیز به 7 کس، بعد چه بودن سادات عالی جناب. پس از هفتان 7 سردار بین، که سردار ایشان بودی آبدین. بلشون هفتان چس 7 سردار تی که سرگوره اوانیش کی بی آبدین بی. پس 7 سردار لهر مکان بی چس لشون تی چه قوالتاسیان تیتن. قوالتاسیان کی بی قلی سرداران بی واسلا. مقام اول بود یوم الست، که شاه با حبیبان خود عهد بست. ست بست مقام وسط بود شرع مبین، شد اسلام ظاهر به آیین دین. مقام سوم آخر هر مقام، شدی ذات حق ظاهر اندر ایام. حقیقت روا کرد اندر جان، شدی ناسخ دین اسلامیان. دوره نیست هاوردی که اسلام ناسخ نیری فکشت باطلی ناکتو لیره چکتن حقیقت روا بوتن ناسخ دین اسلام. لوره میسیوی که حقیقت لبطن اسلام در تیر دین حقیقت. این هم که هجویاتی هم که پشوکاری هم که واسرا قصگل شلشویا که ناتوانیتن بیریتن لمیه کله نه لبار دینی و نه لبوار دینی و نه لبوار واسرا فکری و نه لبوار فلسفی و هیچ جوری و یک و پینه ناکرین که هم بیشه یه روایت یک پارچه است. لیره چه کرد؟ 7 سرداریانه تمام کرد. آورد چه کرد؟ مقام وسط. مقام اول بود یوم الست، که اینه که شاه و این روز ازل اد پیمان بسید. مقام وسط کیه؟ شرع مبینه، که اسلام لیلی این بودن ظاهر بودن جور دین. و مقام سیم چست؟ مقام حقیقت،
که چه بکردن بوده ناسخ دین اسلامیان که چون دانی حفظ شرع مبین تولد شدی گشت ناسخ به دین شدی به شرع پوست حقیقت به مغز حقیقت شد آیین باقی به نقض ندارد دیگر ناسخ در جهان آیت ابد پایدار است تا جاودان کسی که بخواهد ز چسبیدگان شود داخل دین حق در زمان باید اول طی کند راه شرع است دواره چوتر چواهی نکه کسی که بتوانتن داخل و هین بودن یه دی ای چسبیدگان و یه هینتر دیدتن که یه واجهتر که هین بودن به تکار چسبیدگان و یه چیز دیدتن که این که و هر حال چکتن لیره ناسخه را دین اسلامیش درست کتن و این دین حقیقتی چه چیز دوارانیت ذات علیه منظور توی او برسونه چکیده چسبیدگان و چکیده ولی کسی که بود چکیده به دین اگر پاک باشد به صدق یقین دیگه یه که چیزی دیگه ساز کردن که لیره هین نیدتن هاوتای کردی نیره هین کردیکانه نهات یه حجویت با فرا وقتی که نشودن بیاسی 1 ساعت و 45 دقیقه اول اسم هفتنان نمایم بیان دواره هم دواره چطور را هفتنان که جبرئیل و مکائیل و سرافیل و اسرائیل و عقیق و یقیق بعد هم دواره نوی اول شتیا و تاها و یه هین چس عالم زر هفتوان لعالم زر دواره هم دواره نازمی عالم زر لکروهات تاسیم و حامیم و شنتیا و تاها و یاسین و محلای و بعد یا محلا تاسیم حامیم و چه به هفت بودی پری بعد تاهر و بوی خوش 700 داری چه لزدهین زر یعنی قرطاس و قیماس و یعنی هین که بعد شوارم چته اگر زن بود جای آن از حساب خلیده بود هفتمین کسب باب چهارم قبلتاسیان این زمان کنم ذکر اندر نامشان یه چه هینه ازیل و نظام هاروت و یک قبلتاسیان لعالم زر حالا یه عالم زر هاروت و ماروت و بعد توی چه زاروت سخن شدن مقصر به دور کوهن بعد یعنی هاروت و ماروت هین بن گناهکار بن که تا دور محمد آزاده هم کرد ولی دیلره نو هفته و دو پیر و 99 پیر و 40 تن و یعنی دی ناتوه فقط کار و 28 نفره دیریتن که تا رسول نکو اقتدار که یعنی لچه این بین او دوانه لقار گیر کردن که تا رسول نکو اقتدار محمد حبیب خداوندگاه شدی ظاهر اندر شریعت چو خور بتخین خواردن فعل خواردن امری خواردن خور هر کو تلفظ کردی اتوانا درست بود جهان کرد روشن به آن نور و فر به تخت شریعت شدی تاجدار روا کرد آیین پروردگار خب آیین پروردگار لره بیه چه؟ اسلام در آن وقت از هم یزدان پاک امین خرد آمد بر روی خاک بگفتا به احمد که ای شهریار چنین است فرمان ز پروردگار شفاعت کنی به هر بهر آن مجرمان که هاروت و ماروت بود نامشان بسی روزگار از زان تنگ قار گرفتار گردیدند از قهار برو کن رهاشان از آن سخت بند که چون بس حزینند هم مستمند محمد همان به امر خدا ابا جبرئیل رفت زان جایگاه و امر جبرئیل چی محمد پس آن دو ملائک در آن قار تار رها کرده زان پس شدن رستگار در یه عاقبت و کور کش دویم گویم از هفتوان نام به نام خان شریعت در خان شریعت چکه هفتوان نام انکتن بزنیم یه این هفتن اول تیرت و نام دوره شریعت که جبرئیل بودی به سوار بعد دوم بود قنبر
اول سلمان بی که یه بوده حتما بوده بنیامین، بعد دویم بوده قنبر و اسرافیل یار، بعد سوم بوده جابر که حتما موسیه، بعد چهارم بیه مالک اشتر که این مصطفاست، بعد پنجمیش بیه چه فاطمه جهت اسد بنت اسد دالک علی ابن ابی طالب که چه بودن رزبار بگیرد. و بعد ششم بی حسن که ما عقیق بودن و هفتمیش حسینه که یقیق بودن که بوده بایار و حسنی چه بوده شاه ابراهیم یا ابراهیم. بعد هفتوان که لدوره شریعت محمد بی اول که بوده محمد گورسوار، بعد دویم حمزه بی که اطمالاً بوده ابوالوفا، بعد سیم ابو طالبه، چهارم عمرسن، بعد پنجم که مقداده، بعد ششم بوده ابازر و هفتم بوده بطول. لیره چکه هفتوانه یه جن خیط تکیان لوریچه هینیچ حبیب شه میشتوی که حبیب شه چه بود؟ حبیب نوژن بود. بعد هفت سرداری دل نوان نصیره اول، بعد قرطاسو واسرا اول نصیر، دویم محموده پاتیل لقب، سویم بود عباس که مامه رسوله مامه محمده، بعد چهارم عمار یاسره، بعد پنجم مقبله یا مقبله حالا چی تلفظ بنیانه هر مر حاج بزانیدم. ششم بیه چه جعفر برای علی، خب هفتمیش بیه چه محمد حنیفه یعنی چه اوهینه بینه دوره شریعت. بعد بزن هفتمین نفر چه بیه خدیجه زوج احمد. یه قول تاسیانی که دوره شریعت یه عبدالله بن عباس و یه سعد بن وقاص و دویم عقیل و سوم بلال، چهارم سعد بن وقاص، پنجم بیه چه ابوالمعجن یکی لا این مثلا یارگل علیه یا چوکوشن گیان بخت کرده و یک فکرم رسیل یکی ل 72 شهیدیل کربلاست. ساله بوی اوا که ششم هفتمی بی که ادی پور حاتم بوی ادی که بوده میمزای حاتم یا چه ها پور بوده چه کر حاتم پور. بعد هفتمین زن بود که از شمار فزه بود خادم به درگاه فزه نایبی هفتمین. بعد یه دی اینی کرده هستن نواکنن تا ولی هفتن در دوستان مقدم بودن بر همه از شمر که هفتن و هفتوان لگشت برتر بین هستن. دانشن ششم بود قلامان زرین کمر یه دواره شد او هشت مجموعه که چوار نو به ولی این نو هفته دو بی بعد 66 غلامان زرین 66 نفر بین. بعد هفتم بی چه هفتم 1001 شه صفت بین هزار معلومی 1001 شه صفت چسن های غلامان بیهد بین. بعد یعنی این کن ولی هفت نوعی مجموعه له 66 نفر هفتن و هفتوان لهر دو سرچن لباقی ورترن یه طبقه خاص داریم لهر مکان و هینک ایدوانا ولیکتین به تصویر تاعت و شبشن به اعداد آن هفتن و هفتوان بناو گشت هفت ارز و هفت آسمان. پس یعنی و اعداد و شماره هفتن و هفتوان چکرد هفت ارز و هفت آسمان درست که از هفت آسمان این هفتن و هفت ارزش این هفتوان بودن.
حواس لیر هاویس گشت بر سور هفتوان زمین گشت بر صورت هفتوان و آفرید کل خلایق. دو هفت بعد شما سما هفت و بر هفتن بسپرید بر روی هفتن هفت طبق زمین سپاریا هفتوان و هفت طبق و اصلا آسمان دیت دست هفتن یه ویجره خلقتك هتريتن تا 1345 1300 لیر حکایت خداوند اینکه خداوند تعالی بعد از خلقت دیو و جن را از نار آفرید و ساقی نام که یه خواهید لوره چه تکراره لوره دیو و جن 3 دفعه خلق کرد که 6 دفعه خلق بید و هر حال تایید بس رای ویدوی چه که بتوانی من لویدو یکتر ادامه بیمن بایش دیاری بکیمن ویدو بتویدو شو So, عزیزی دی من لطی ایس برنامه چنگ جلجاوستن ای نظرات ای کابرا چنگ و پس پیش دیری چنگ من هذا شو بیانی بکم که خودن پاتی بیان خاستریک دم داشتیم که من قسمت ورد شوتن صفه و صفه تیری مش بیت و بیت شروع بکم اینه کلمه نشانه گذاری کلمه که خاص بکفت ورد شو من نازنم ای خلقاتی و چندین جور میشه چندین جور تکراری بکیتن حالا ای تکرار لو دست نویسیل اولیه خواه هاتی است یا هر ور این نور علیه لایی تنظیمی کردیسی شلشوی ها کفتیتی و هر حال خواه دستکاری کردیسن شریل خواه خصیصتی بناو گفته اربابل قرقه اینتر و کردنسن و آفرت کردنسته خلاصه تمام ای حجویات اینا چست را یسا شارسانیت گورا جهانبینی فکری فلسفی فرفر قول و بیوینه گورا چپ کتن بکشن لجن و اینجور مفهومکانه و حجوبانه کار و نار ری و نار رواب و نکار نازنم دیدگاه کانی ویجی رو بانم کنید هین مذهبی که محمد بارن ولیان بیا و بس که رو بیا و بس نکید و نازنم ای بدبختی است که حدود 300 سال آخره بیسا چه بیسا ناسنامه ایمه ای حجویت بیسا کریاسا ناسنامه ایمه و چه لجه نو مذهب سادات سادات محترم و ایما هولمان یسته که میجو خومن تاریخ خومن و ناسنامه خومن لئی حجویات جاو کیمن و جایش و کریمه تایر موافق بیمسن و لیلی ساویش بیشتر و بیشتر ای مرزبندیه روشنتر و کیمه که این مذهبی که هیچ پیوانیک نرید و کرده میراث گوران و کرد گنجینهل گوهر فیلسوفل گوران اوات زنیانی که خوش را گشت لایک دیرم بنیش نخیر